در افسانه زرتشتی چنین آمده: زمانی که خبر سقوط ساسانیان و مرگ شاهنشاه به فرزندان او که در شهر یزد بودند میرسد، آنها به اطراف یزد میگریزند و هر کدام گرفتار سرنوشت متفاوتی میشوند. یکی از فرزندان او که نیکبانو نام داشت به سوی اردکان و کوهی به نام چکچک میرود. شاه دخت با مشاهده سربازان دشمن که در پی او آمده بودند، برای حفظ پاکدامنیش با ترس و گریه از کوه بالا می رود. اما از آنجایی که دشمن فاصله زیادی با او نداشت، با آهی بلند از کوه می خواهد که او را نجات دهد و همچون مادری در آغوش بگیرد. در این لحظه کوه شکاف خورده و نیکبانو از نظرها پنهان می شود. بعد از مدتی از کوه چکچک که کوهی خشک و بی آب بود، قطره‌های آبی به زمین می‌چکد که رهگذران از آن استفاده می‌کردند. در این میان سر و کله چوپانی پیدا می‌شود که خسته و تشنه به کوه چکچک می‌رسد و بعد از سیراب شدن با قطرات آب خوابش می‌برد. در رویا بانویی را می‌بیند که از او می‌خواهد در این محل اتاقکی بسازد و در آن چراغ و شمعی روشن کند. چوپان به سراغ بزرگان زرتشتی می رود و ماجرا را برای آنها تعریف کرده و به کمک آنها زیارتگاه چکچک را در این محل می سازد. درخت چنار تنومند 1000 ساله‌ای در این زیارتگاه وجود دارد و بر طبق روایات قطره‌های آب باعث شده که در آنجا رشد کنند. درون یکی از اتاقهای این زیارتگاه چاهی وجود دارد. استاد باستانی پاریزی درباره آن چنین گفته است: این چاه 70 متر عمق دارد و بر سنگی نوشته شده شهربانو نوه یزدگرد برای رهایی از قید اسارت و فرار از دشمن خود را در این چاه انداخت. دشمن که سر چاه آمد، چاه را پر از آب دید و اثری از شهربانو نیافت. اما اینها تنها یکی از داستانها درباره این زیارتگاه بود. یکی دیگر از نامهایی که برای این مکان به کار برده می شود زیارتگاه پیر سبز است که از 2 عنصر مادی و روحانی در این مکان گرفته شده است. واژه پیر به بعد عرفانی اشاره می کند که از آیین مهرپرستی می آید. این واژه برای آخرین گام عرفان در پرستش الهه میترا استفاده می شده و واژه سبز هم به وجود درخت چنار کهنسال اشاره می کند. اما نکته بسیار جالب دیگر این که زیارتگاه چکچک شباهت بسیار زیادی به نیایشگاه‌های آناهیتا دارد. نیایشگاه‌های آناهیتا معمولاً بر بالای بلندی ساخته می شدند و در آنها آبی در جریان بوده که زیارتگاه چکچک هم این ویژگی‌ها را دارد. اما نکته‌ای که به این فرضیه قوت می‌دهد ساخت این بنا به سمت شرق است که باعث شده مهرپرستان بتوانند در لحظه طلوع خورشید به نیایش مشغول شوند. این زیارتگاه 360 پله دارد و همینطور که از پله‌ها بالا می‌روید بر روی صخره در جایی نوشته شده راه در جهان یکی است و آن راه راستی است.